بسم الله الرحمن الرحیم. صدوقی هستم، دانشگاه فردوسی، گروه کامپیوتر. ادامه بحث ام رو قسمت نهایی انشاءالله تحلیل تئوریک ام رو ما میخوایم ببینیم که آیا واقعا این رویه‌ای که ما پیش گرفتیم با اون متغیر پنهان گاما آیکایی که در نظر گرفتیم آیا ما رو به مقصد یعنی ماکسیموم کردن تابع توزیع پی ایکس گیون تتا میرسونه یا نه. خب اینجا در مقدمه در فصل قبل الگوریتم ام به صورت محاسباتی به دست آمد. در این فصل هدف ما پاسخ به این سوال است: چرا الگوریتم ام کار می کند؟ به عبارت دیگر، چرا مقدار تابع درست نمایی افزایش می یابد؟ چرا الگوریتم همگرا می شود؟ خب ما در حد تابع توزیع ما پی ایکس گیون تتا بود. ما این رو به این شکل نوشتیم: لگاریتم پی ایکس زد گیون تتا میتونیم بنویسیم. میدونیم که ما به عبارتی تابع چگالی رو میتونیم یک متغیر دیگه اضافه بکنیم و روی متغیر سیگما بگیریم و این مسئله تابع توزیع حاشیه‌ای رو به این شکل حل کنیم. یا اگر پیوسته بود انتگرال بگیریم روی متغیر، مثلا روی زد دی زد. خب ما یک لگاریتم سیگما داریم و حالا باید ماکسیموم سایزیش رو دیدیم که به یک لوپ خورد دیگه در مرحله قبل و یک همچین یک مسئله نشد که مشتق بگیریم و به طور صریح پارامتر رو به دست بیاریم. یک توزیع دلخواه روی متغیر پنهان شما در نظر بگیرید. ما این متغیر زد داشتیم، میتونیم تابع توزیع رو برای اون هم در نظر بگیریم به نام کیوی زد که خب طبعا سیگمای کیوی زد روی زد گسسته ای که ما داریم باید یک بشه. اگه پیوسته بود انتگرال میگرفتیم. خب ما در حالت این اولیه که زد گسسته هست به صورت سیگمای کیوی زد نوسیس با یک می نویسیم. خب اینجا تابع چگالی پی ایکس زد رو که به صورت پی ایکس زد سیگما رو زد گرفتیم یک کیو ضرب تقسیم میکنیم و حالا از این نامساوی استفاده میکنیم برای اینکه این رو رابطهش رو با پی ایکس و زد گیون تتا پیدا بکنیم. اون نامساوی جنسن هست به این ترتیب که در نامساوی جنسن چنانچه تابعی که ما مثلا اینجا لگاریتم استفاده میکنیم اگر مقعر باشه که اینجا مقعره، اون موقع اکسپکتیشن لوگ ایکس از لوگ اکسپکتیشن ایکس بزرگتره و اگر محدب باشه اون تابع اف اکسپکتیشن اینجا نوشته شده. اینجا اگر ایکس یک بردار تصادفی باشد و این تابع مقعر باشد اکسپکتیشن اف از اف اکسپکتیشن کمتر هست و اگر محدب باشد این نامساوی به این ترتیب جهتش عوض میشه. خب اگر این تابع رو روی سیگمای پی آی ایکس آی بزنیم این رو میشه به این صورت بزرگتر مساوی با تجربه این که اف مقعر هست سیگمای پی آی اف ایکس آی هم نوشت که این پیا مقادیر مثبت احتمالی هستند بین 0 و 1 هست. در حالت پیوسته هم که اف انتگرال x p x dx یعنی انتگرال اف اکسپکتیشن روی p رو میشه به صورت انتگرال بزرگتر مساوی از انتگرال f p dx بنویسیم و در حالت محدب بودنش هم که علامت جابجا عوض میشه. خب حالا بیایم سراغ مسئله. این نامساوی جنسن بود، یه مقدار توضیح دادیم. لوگ پی ایکس گیون تتا رو که این شکل دیگه به صورت بزرگتر مساوی ما می نویسیم، چرا که این لوگ یک تابع مونوتونیک هست، مقعر هست و در نتیجه ما که این هم که تساوی هست این میتونه به صورت بزرگتر لوگ این سیگمایی به صورت بزرگتر مساوی با این عبارت بنویسیم. بزرگتر مساوی با کیویز لوگ این عبارت، یعنی این لوگ که پشت این سیگمایی بود رفت داخل و به این شکل در آمد. خب بذارید تا من اصلا عکسشو بگیرم بذارم اینا رو کنار هم ببینیم. کاش توی ایجاد متن همین کار رو میکردم.
اینجا لوگ اکسپکتیشن که لوگ سیگما هست، لوگ سیگما بزرگتر مساوی است با این لوگ سیگما بزرگتر مساوی است با سیگمای لوگ. حالا اینجا یه لوگ کیو زد هم داریم به اضافه لوگ این عبارت که دیگه فکر می‌کنم متوجه شدیم. اینجا می نویسیم کیو زد لوگ این منهای اینجا هست لوگ یک روی کیو زد، بازش کنیم میشه لوگ یک روی کیو زد که میشه منفی لوگ زد لوگ کیو زد که میشه کیو زد لوگ کیو زد با علامت منها. این ترم در از این کیو زد لوگ یک روی کیو زد هست. پس من این ترم رو این طرف رو این لوگ پی ایکس گیون تتا رو این عبارت رو اینجا نشونش بدم. لوگ کیو زد به کیو زد میشه لوگ کیو زد یک روی کیو زد و این ترم. خب اینجا رو توجه بکنید، اینجا یه رابطه جا انداختیم. لوگاریتم اکسپکتیشن روی زد پی ایکس و زد گیون تتا به کیو زد بنا به مقرر بودن تابع لوگاریتم بزرگتر مساوی است با اکسپکتیشن زد لوگ پی ایکس و زد گیون تتا به کیو زد. این طبق اینه که لوگاریتم مقرره. بنابراین حالا من اینو چون اکسپکتیشن روی زد باز بنویسم میشه لوگاریتم اکسپکتیشن روی زد با تابع توضیح کیو هست میشه سیگمای کیو زد در همین عبارت پی ایکس زد گیون تتا به کیو زد. این بزرگتر مساوی است با اکسپکتیشن روی زد یعنی سیگمای روی کیو زد لوگاریتم اینو میگیریم. لوگاریتم اینم باز می‌نویسیم چون لوگاریتم پی ایکس زد گیون تتا منهای لوگاریتم کیو زد و این رو داخل این ببریم میشه همون رابطه‌ای که شما ملاحظه کردید کیو زد لوگاریتم پی ایکس زد گیون تتا منهای کیو زد لوگ کیو زد که این عبارت میشه همون آنتروپی ما روی متغیر تصادفی زد. این هم که همون ترمی هست که ما ملاحظه کردیم. برگردیم به متن که دیگه حالا یکم واضح تر شد. اینجا ما این تابعمون رو اکسپکتیشن سیگمای لوگو خلاصه بردیم این شده به عبارتی این که مساوی با این عبارت بود این مساوی با این بود حالا بزرگتر مساوی شد از این یکی عبارت یعنی این لوگ پی ایکس گیون تتا شد بزرگتر مساوی با سیگمای کیو زد لوگ این و من این لوگ رو هم باز نوشتم به این شکل که تو اونجام دیدید اسم این طرف یعنی کران پایین لوگ پی ایکس گیون تتا رو همین لاوربوندش رو میگیریم ال کیو تتا. خب این ترمش هم که هست آنتروپی که مقدار مثبتی هست بنابراین این ترم ال کیو تتا یه اکسپکتیشن روی کیو داریم لوگ پی ایکس و زد گیون تتا که خب دیدین تو اون رابطه که توی پینت نوشتم و یه آنتروپی اچ هست. خب تا اینجا معلوم شد که چی هست. حالا ما این کل دیورژانس رو هم روی کیو و پی رو با این ترکیب بکنیم میتونیم نشون بدیم که فرض کنیم که نشون دادیم میتونیم نشون بدیم که تو لوگ پی ایکس گیون تتا که بزرگتر مساوی با این بود یه ترم اینجوری داره که کل دیورژانس این هم که مثبت هست به عبارتی لوگ پی ایکس گیون تتا از ال کیو بزرگتر هست. همینجا میشد دید یعنی بدون نگاه بر به حساب نگاه دیورژانسی روی توضیح واقعی و توضیح ما اینو داریم. ما میدونیم H آنتروپی روی کیو که منهای این عبارت اکسپکتیشن لوگ
کیو زد هست یا مساوی با مثبت اکسپکتیشن یک روی لوگ یا لوگ یک روی کیو زد هست، این مقدار مثبتی هست. بنابراین همینجا میتونیم بگیم که این ترم ال کیو تتا از این عبارت پی لوگ پی ایکس زد و ایون تتا همیشه بزرگتر هست. و حالا به این شکل هم اگه دقت بکنید میبینیم که لوگ پی ایکس گیون تتا از ال کیو تتا، چون دیورژانس اینجا مثبته، همیشه از این بزرگتر است. با فرض این که اثبات هم کردیم ما به همین رابطه خواهیم رسید، یعنی به این رابطه ای که لوگ پی ایکس گیون تتا از ال کیو تتا همواره بزرگتر مساوی هست. حالا این رو ببینیم، این اویدنس لاور باند رو یه نگاهی بکنیم. لوگ پی ایکس گیون تتا ال کیو تتا دیورژانس کیو زد با پی زد گیون ایکس و تتا فرق میکنه با پی ایکس و زد گیون تتا. خب ما ال کیو تتا رو که دیدیم به این شکل نوشتیم، شد اکسپکتیشن روی کیو لوگ پی ایکس زد گیون تتا و به اضافه این آنتروپی که این ترم وابستگی به داده رو نشون میده. این ترم هم که ترم مستقل هست، به توزیع متغیر تصادفی پنهان ما ربط داره. جمله اول میگیم که ما وقتی داریم ماکسیمایز میکنیم میخوام فیت کنیم روی داده، طبعا این قبلا اصلا کار لایکلیهود همین هست. و جمله دومم برای همینه که از دست این داده ها یک کمی فاصله بگیریم، یعنی فقط به داده توجه نکنیم که خب مثل ترم ریگولاریزیشن هست، بهش میگیم که اوور کانفیدنس، یعنی از به عبارتی یه مانعی بر تمرکز بسیار زیاد روی داده ها، خیلی متمایل به داده نشیم. تفسیرش هم این میشه که ترم آنتروپی اچ کیو از متمرکز شدن بیش از حد توزیع جلوگیری میکند. در غیاب این ترم به این سازی تمایل دارد تمامتان روی یک حالت متمرکز کند، یعنی کاملا فیت بر داده بشود. اما آنتروپی با ترجیح توزیع های پخشتر، یعنی میخواد یک کمی عدم قطعیت رو زیاد کنه، یک تعادل بین دقت و عدم قطعیت رو ایجاد کنه. یعنی به جای اینکه کاملا فیت بر داده بشه، بگه نه من میخوام با یک نایقینی فیت بر داده کامل نشم. خب شروع از اینجا شروع میکنیم. این که به این شکل شد لوگ این رو، یعنی یه مروری داریم میکنیم. در اساس اول یک کیوزه ضرب رو تقسیم کردیم، بعد آوردیم این رو واگرای کل هم بنویسیم، دیورژانس بین کیو و پی زد گیون تتا رو بسید کیو زد لوگ کیو زد به پی زد گیون ایکس و تتا نوشتیم و با بیز استیمیشن با بیز رول نوشتیم به صورت پی زد ایکس و تتا به صورت پی زد و ایکس گیون تتا به پی ایکس گیون تتا و بعدش هم قرار میدیم و این رو ساده میکنیم. یک کیو زد لوگ کیو زد داریم، یک خدمتتون عرض شود که کیو زد لوگ پی ایکس و گیون تتا داریم که لوگ پی ایکس گیون تتا از اون سیگما میاد بیرون و سیگما کیو زد یکه، برای همین هیچی نداره. این لوگ پی ایکس گیون تتا هیچ ظریفی نداره و کیو زد لوگ پی ایکس زد هم چون تو مخرج میاد صورت منها میشه و حالا میایم اینها رو میزون میکنیم به این ترتیب که این دیورژانس رو میذاریم تو این رابطه اینجا پی ایکس و تتا کیو زد و این ترم کیو زد و اینم که کی ال کامل نوشتیم، کی ال دیورژانس بین این سمت مسئله هست. خب ال کیو تتا چی بود؟ سیگما کیو پی ایکس و زد گیون تتا منهای کیو زد بود. پس ما میتونیم اینو جایگذاری کنیم، بذاریم توی این رابطه. این تکه اولش پس شد ال کیو تتا و اثبات کامل شد، یعنی اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که
ال پی ایکس و تتا هست ال کیو تتا که ال دیورژانس کیو زد و پی زد ایون ایکس و تتا و چون که ال مثبت هست بنابراین پی ایکس لگاریتم پی ایکس گیون تتا همواره بزرگتر مساوی است با ال کیو تتا هست که اینجا این نتیجه رو نوشتیم. اینجا این رابطه رو به عبارتی ال کران پایین پی لوگ پی ایکس گیون تتا هست. خب چفت بودن، شرط چفت بودن یا تایتنس بودن کران زمانی برابر می شود که ما به عبارتی دیورژانسمون که دیورژانسمون صفر باشد. یعنی چی باشد؟ یعنی اینکه کیو زد همون پی زد گیون ایکس و تتا باشد. اگر این باشد چفت شده، یعنی داده رو میدیم تتا رو هم داریم، تتای اولی داده رو هم که داریم، تتای اولی رو داریم، داده رو هم که داریم. توزیع زد به شرط این، به شرط یعنی تتای اولد و دیتا ست اگر برابر بشه با کیو زد ما این چفت شدگی رو داریم. یعنی اینکه پی ایکس گیون تتا با این لاور بونده یعنی ال کیو تتا مساوی شده. یه نقطه تساوی بین این دوتا داریم، اون زمانیه که این کیو با این پی زده برابر بشه. خب ما اینجا دقت کنیم که کیوی نیوی زد با پی زد ایکس و تتا یعنی از این عبارت میام یک کیو استخراج میکنیم که شما این رو قبلا دیدید، صورت گاما آیکا بود، این گاما ای استف هست. یک کیوی رو استخراج میکنیم، این کیو بایستی با پی زد گیون ایکس و تتا برابر باشد. این در شرط چفت شدگی هست. به عبارتی توزیعی که ما روش میریم کار میکنیم به نقطه ای در اصل نیاز دارد که این چفت شدگی بین توزیع اصلی و این توزیع پیشفرض ما به عبارتی یه جا با هم لمس کنن هم رو. این میشه بحث چفت شدگی. خب این نقطه هست که به صورت پی زد نگاه کنید تابع چگالی ما روی زد با توجه به داده ها و تتای اولد که با همون کیویی که ما گامای آیکای ما کاملا منطبق است. این انتخاب باعث می شود که ال کیو تتا با این برابر می شود، یعنی تو اون نقطه با هم و این میشه چفت شدن کامل. تو این گام بعدی باز میایم چیکار میکنیم؟ ال رو ماکسیمایز میکنیم و یک تتای جدیدی به دست میاریم. پس ما اول یک کیوی جدید که میشه ای استپ، تتای جدید میشه ام استپ. به عبارتی تو اون حدسمون دنبال یک توزیع مناسب روی زد هستیم و در گام ماکسیمیزیشنمون دنبال یک تتای مناسب برای ماکسیموم کردن ال هستیم. این تو این شکل، تو این دو تا شکل این همن و نشون داده شده. این تابع ال اینجا با جی تو این شکل سمت راستی هر کدوم از جای برداشته. این جی تی همون در از ال کیو تتا هست که تو این شکل هم حالا با برنامه نوشتن در آورده. پس یک قدم این هست که ما تابع توزیعمون رو بریم و کیو رو به حساب به دست بیاریم، روی اون میریم و تتای جدید، اینجا یه تتای اولد داریم، تو این تتای اولد دقت کن، تو این تتای اولد یک شکل آبی رنگ داریم. حالا میایم این شکل آبی رنگ که ال هست اینو ماکسیمایز میکنیم، نقطه ماکسیمیزیشنش باز یک نقطه جدیدی میده که میشه تتای جدید ما. باز روی این میایم یک کیو بنا میکنیم، یک توزیعی رو و بعد اون توزیع ال رو باز ماکسیمایز میکنیم، میشه نقطه جدیدی به دست میاد به این شکل. اینجا توی زیر متنش هم نوشته شده که ای ام با شروع از پارامتر مثل تتای صفر به تابعی به نام جی رو میسازد که کران پایین این عبارت هست، یعنی همون ال ما هست و توی این ام استپ میاد اون ال رو ماکسیمایز میکنه، یا توی این سینتکس این شکل سمت راست جی رو ماکسیمایز میکنه و در گام ای استپ بعدی کران پایین جدیدی برای این ال در از ساخته میشه و با این بیشتری سازی دوباره میریم سراغ
این تتای دیگر. خب من این اثبات افزایش درست نمایی رو میذارم برای ویدیو بعدی.